حلقه چشمم آزاده، درسته میدونم، جمع نمیکنه. درسته واسه این مسئله. الان ولی یکم تاریکه اینجا، گفتم شاید عکستون چقدر جالبه اینجا، چقدر جالبه. یه همچین حیاتی 3 تا باغبون میخواد. درسته. خب مگه باغبون ندارین شماها؟ چرا؟ یکیش حمیده، مش حمیده، یکیش مرتضی مهدی عراقیه، یکی هم باز مهدی عراقیه، بازم یکی هم عراقیه. ولی حمیده هم باغبونی میکنه نمیکنه؟ حمیده چی؟ حمیده میکنه ولی کمر درد و نمیدونم دست درد و اینا میگیره. مجبوره بره رو اون یارو بارفیسه به خودش آویزون کنه. من میخواستم اول از این آلیچیقی که الان داری میبینی اینجوری وسط حیاط بزنم، خیلی قشنگ میشه بابا. برش هم درخت مو بکاریم، خیلی قشنگ میشه. آره عالی میشه بابا، باید بکنی، خیلی زیبا میشه. اینجا باغ کالج نزدیک خونه ماست. باشه. حالا درخت ها اومده بالا، گفتم جلو منظره گرفته نشده ها. آره عجب درختیه ولی نه؟ اتفاقا نارون این دهنه جلوی منظره رو باز میذاره، یه همچین دهنه ای. راست میگی، معمولا یه شکلی میده به این منظره، حالت معماری بهش میده، زیبا میکنه. در حال من خواستم این منم بس همین میخواستم حمیده بیاد اینجا عقیده بگیره. عقیده